گیرت ویلدرز، نماینده پارلمان هلند و رهبر حزب آزادی، با انتشار توییتی خواستار تعطیلی سفارت‌های جمهوری اسلامی، اخراج دیپلمات‌های ایران و اعلام همبستگی عملی با مردم ایران شد. او با منشن کردن وزیر خارجه هلند تاکید کرد کشورهای آزادیخواه باید علیه رژیم ایران اقدام مشترک انجام دهند. ویلدرز همچنین بر لزوم فشار حداکثری اروپا از جمله تروریستی اعلام کردن سپاه و تعطیلی نهادهای وابسته به آن تاکید کرده است.